خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ حقیقتش برم آمریکا. آمریکا یا آلمان؟ آمریکا، خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفته، اونجا باید درمان بشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشه، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز تماثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفت حالا باید پیوند مغز استخوان بزنی، درست میشه اگه پیوند مغز است. نه سرایت نمیکنه اصلا. جنسشون چیه؟ سفته، مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ حالت شاخ مدله. ساق پات هم هست بس. نرسید روزم یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو. خودت کندی؟ چی نه بابا، با سیمچین؟ ایوا مجبور بودم، یا میشکست ایزگی. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون فقط. معلوم